خودت چی را گرفتی؟ بچه من هیچ وقت نان خوردن نداشتم، من یک اولاد غریب هستم، من از گوسفندچرانی تا اینجا رسیدم. تو را بچه از دستت میگیرم میگم از این کده پیش برو. یک گپ از این مردم نیست میگه تو خودت چی کردی؟ من یک اولاد مامور هستم، اولاد غریب هستم، با فقر کلان شدیم، تا 19 خانه کرایی هستم، من گوسفند چراندیم اینجا رسیدیم. مرا کس کدام مکتب خوب ثبت نام نکرده که من بسیار درس برم بوده باشه. یک روز زندگیم تابل نشده به فکر آرام تنها درس خوانده باشم، کلش کار کردیم. وقتی در مکتب بودم کار گوسفندی، کار دیقانی، گندم دروی، کسایی که از قریم است مرا میشناسن. با یک فقر کلان شدیم، یک بز نگاه میکردیم که شیر از او زندگی رو پیش میبردیم. ما از او تو حالت تا اینجا آمدیم و از او که کلانتر شدیم، برای فامیل نان پیدا کردیم، کار کردیم. صنفی های ما که فاکولته میرفتیم، بعد از فاکولته از طب چپنکا را مینداختن پانتون کابل تیم دادن میامدن که مردم دکتر صاحب بگه مواجل دویده کورس طلوع میامدن، درس شروع میکردم که لقمه نان شود. من چی کنم باید دیگه؟ پیش من سرمایه بوده، وزارت خانه بوده، سیاست بوده، چی بوده که من برای تو بکنم؟ چی بکنم باید؟ درس از برای داده رئیس مینمیر جمعی به نظر تو آدمگری نیست که میکنم؟ این روزای جمعه وقت کل پیش تو هستم، تفریح نمیرم دیگه. خواهی که کار میتونه از دست یک اولاد غریب دیگه چی نه برای تو؟ خود تو را میگم بکن. بله ما نتونستیم. میگی تو چی تونستی؟ میگی چی نتونستم؟ من خرابترین آدم افغانستان اما میگم که عزیز دل من ما نتونستیم، تو بکن. تو وقت ضایع نکن. من میگم دیگه اینا قرار نمیگیتا. من باید چی کنم؟ امیال خود 10 نفر که مصروف بس یک لقمه نان جور میشه، بر تو درس در خانه‌ت میرسه، بر اولاد میرسه. از درس که چیز مهم مگر است؟ با تنهایی خود میکنم. امیال اینا نام گرفته میگم تلویزیون طلوع چند میلیون دلار از کدام موسا گرفته اونو در تکستون ما را اشتکار جمع کرده. این چی شد؟ آن مالیکول شد، این مالیکول شد، آن مالیکول شد. ما با تنهایی خود کل درس‌ها را بر تو ثبت کردیم. یک افغانی از کدام موسا نگرفتیم. تو چرا این سوال برات پیدا نمیشه که چرا موساد استاد کمک نمیکنه؟ تو هم دشمنم هستی، موسی هم دشمنم از اون کشوری که مرا نوکرش میگو خب دستش برات مرا پست میکنه زنده. نام چند نفر افغان در لیست معارف دوستا در جایزه در اروپا مطرح شد، آیا نام ما بود؟ همین سوال پیدا نشد. نام جمشید هم خیر دمی آخر لیست کو میگرفتیم. هیچ برای معارف کار نکرده. این گله نمیکنم، سوال میکنم آیا نام ما قرار نبود در مثلا 5-6 رفت یا 3-4 نفر گرفتن که برای معارف خدمت کرده؟ اروپا چی داد؟ جایزه برشان داد. آیا نام ما باید می بود نمی بود؟ معلم شایسته انتخاب شد، نام ما می بود یا نمی بود؟ من ایره نمیگم، به خدا که از دشمنی ندارم، والله که از روی سعادت باش. چند وقتی